خدا و با سلام به اخبار ورزشی این ساعت خوش آمدید. افغانستان صاحب اولین مدال المپیکی شد. روح‌الله نیکبا تکواندوکار خوب کشورمان امروز توانست با غلبه بر حریفانی از کشورهای آلمان، انگلستان و اسپانیا به مدال برنز رقابت‌ها دست یافت. ارتباط مستقیم تلفنی با همکارم سید علی کاظمی در شهر بیجینگ برقرار کردیم تا آخرین تحولات امروز را به سمع و نظر شما برساند. علی جان، ضمن عرض تبریک به شما منتظر هستیم. سلام بر شما و تمام مردم افغانستان. تبریک می‌گویم. خوشحال هستم این لحظه ورزشکاران با روی تکو برند برای اهدای مدال‌ها ناجان نیکبا که مدال برنز رسیدن مثل در کنار بحث میشه که ازشان صحبت کنیم بعد از اون من جزئیات خبر برایتان میدم. روح‌الله نیکبای عزیز، سلام بر شما، تبریک عرض می‌کنیم. می‌خوایم در همین ابتدا احساس خودت و پیغام خودت به هموطن‌های در اقصانقاط دنیا خارج از افغانستان داخل افغانستان بشنویم. من بسیار خوشحال هستم که تونستم برای اولین بار در طول تاریخ افغانستان تونستم مقام سوم یا مدال مسابقات المپیک داشته باشم. من بسیار خوشحال هستم و همین دعای مردم بود که می‌خوایم بود همین سعی تلاش مربیان و همچنین خودمون بود که تونستیم الحمدلله به یاری خداوند تونستیم مدال المپیک برای اولین بار در تاریخ افغانستان به دست ببریم. تشکر روح‌الله جان، موفق باشید. متوجه صدای روح‌الله جان نیکبا دیگه با گروه قهرمان افغانستان با هم بیننده‌های ما شنیدن. همین لحظه دیگه ما روح‌الله جان نیکبا میرن طرف سکوی قهرمانی تا در اساس دیگه مدال روح‌الله جان نیکبا برایش اهدا بشه. آقای کاظمی، طبق آخرین خبرهای شنیدیم حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اولین شخصی بود که بر روح‌الله نیکبا تبریک گفتن، درست است؟ من متوجه زمانی که باقی ختم شد و قبل از که روح‌الله جان از میدان مسابقه خارج شد و در قسمت خبرنگاران بودند همین دنیا خیلی از شخص رئیس جمهور آقای حامد کرزی که واقعا خوشبختی بعد از مدت‌ها یکی از مسئولین بلندپایه دولتی و شخص رئیس جمهور از طریق تلویزیون مسابقات دیگر میکنه و اولین کسی است که به قهرمان خودش از طریق تلفن تبریک میگه. و فردا هم نثار بهاوی مسابقه دارد. برنامه رقابت‌های نثار بر شما مشخص است؟ بهاوی امروز ورزشکشیش بود که خوشبختانه ورزشکشیش به پایان رسید و فردا اولین دیدارش در برابر تکواندوکار از کشور امریکا در ساعت 11:45 و وقت بیجینگ مسابقه نثار احمد بهاوی آغاز میشه. تشکر علی جان کاظمی، موفق باشید. ما هم یک بار دیگر کسب مدال برنز المپیک به تمامی شما ملت غیور افغانستان تبریک عرض میکنیم. با آرزوی موفقیت داریم برای نثار بهاوی که فردا باید به میدان. مسابقات والیبال جام استقلال افغانستان